عرض ادب و سلام خدمت شما هموطنان عزیزم. در ویدیو قبلی مختصری از زندگی پدرم و شروعش و مکانی که به دنیا اومده و بازم برگشته و در اونجا آرامیده رو برای شما عزیزان شرح دادم. در مورد مادرم فقط اشاره‌ای داشتم به شهرش و زادگاهش به نام شهر کرند غرب که معروف به شهر دالاهو. مادر من از یک خانواده هنرمند و مادری هم هنرمند به دنیا اومده. پدر بزرگ مقام خان بوده و از صدای رسایی برخوردار بوده و خوب تونسته بخونه مقام‌های سنتی اون منطقه رو که هنوز زبان زد خیلی از بزرگان اونجا هم هست. مادر بزرگم هم خب هنرمند خیلی بزرگ در زمینه رنگرزی و رنگ نخ و نخهای مختلفی که برای بافت موج و یک سری گلیم هایی که استفاده میشه برای دکوراسیون داخل خونه و رخت خواب هایی که برای مهمون اون موقع ها خیلی عزیز بوده در اون میپیچوندن و در خیلی از ایران در میان بختیاریای عزیزم، لرهای عزیزم، کردهای عزیزم این موج هنوز سنتیه و اعتبار خودش رو داره و الان هم جزء یکی از صنایع دستی مهم کشورمون شناخته شده است. در این باره مادر بزرگم بدون سواد و بدون هیچ گونه خوندنی ترکیبات این رنگ ها رو بی نهایت استادانه انجام میداد و همیشه هم مردمانی که در رنگ رزی و در ریسندگی خیلی فعال بودن رنگ این نخها رو پیش مادر بزرگم می آوردن و همیشه من بچه بودم می دیدم این دیوار خونه چوبهای بزرگ زده بودن و اینا رو آویزون می کرد، دونه بدونه سفارش ها رو رنگ می زد و آتیش و یک از این دیگای بزرگ و خیلی صحنه بسیار قشنگی بود. حالا روح شاد و یادش گرامی با انبات شما عزیزان. مادرم تبحری در این زمینه ها نداشت، فقط از لحاظ خوندن یه زمزمه هایی برای دل خودش انجام میداد و تا الانم فکر کنم ادامه داره. خانواده برادرزاداش اکثرا هنرمندن و تقریبا میشه گفت شناخته شده هستن در موسیقی سنتی و در صنایع دستی. خواهرزاده هاش اکثرا فعالن و فعالیت میکنن. شهر کرند غرب، اگر عزیزانی که نرفتید این شهر دالاهو، شهریه که بی نهایت در زمینه صنایع دستی، آهنگری و تقریبا میشه گفت یه مقداری شبیه زنجان در چاقوهای سنتی و منقل و کباب و سیخ و انواع و اقسام صنایع دستی تبحر دارن و در زمینه باغداری، انگور و گردو هم میشه گفت این شهر غنیه و خیلی از عزیزان در این شهر ساکن هستن و به این شغل مشغولن. در میان یک تنگه کوه قرار داره و سراب بسیار زیبایی هم داره و من بچگیامو اونجا خاطرات خیلی خوشی دارم از بهار، از تابستانهاش بی نهایت خنک و فضای خوبی داره تقریبا. البته الان میگن دیگه اون فضا و اون حال و اینا نمونده به دلیل شرایط و فشاری که مثلا روی بعضی از عزیزان از لحاظ اقتصادی هست. خاطرات زیادی نسبت به این شهر بنده دارم چون که زیاد زمان کودکی ما رو اونجا می بردن و مادر بزرگم هم زیاد پذیرایی از ما میکرد و مادرم هم همیشه خوشحالی ما رو میدید و راحت‌تر همیشه ما رو میبرد پیش مادر بزرگم. اینم کوتاه مختصر برای شما عزیزان گفتم. امیدوارم که در ویدیوهای بعدی خاطرات دیگه شروع بشه و بریم تو سبک خاطراتی که در زندگی خودم یواش پیش اومد.